سخن با خوانندگان. در هر یکی از فصلهای این کتاب به رمزی ثروتمند شدن کسان اشاره شده است که من سالها به دقت تمام با گفتگو و مصاحبه زندگیشان را تحلیل کردم. این راز را اندریو کارنگی بیش از نیم قرن پیش برایم باز گفت. اندریو کارنگی، این مرد دوست داشتنی اسکاتلندی، موضوع را وقتی پسر بچه بیش نبودم به ذهنم سرازیر ساخت. آنگاه روی صندلیاش نشست، از روی مهر چشمکی زد و منتظر ماند تا بداند آیا جان کلامش را درک کردم؟ آیا مغزی آنقدر رشد یافته دارم که توصیه او را به عمل درآورم؟ وقتی خاطر جمع شد که نقطه نظری او را درک کرده ام، پیشنهاد کرد که 20 سال و حتی بیشتر کلامش را به گوش جهانیان و به گوش مردان و زنان برسانم که غیر از آن شاید در زمره ناکام‌ها قرار می گرفتند